سرزمینی که امروز افغانستان نامیده می شود، هزاران سال پیش از میلاد مسیح سرزمین آباد و دارای شهرهای پرجمعیت بوده است. صنایع دستی و سکه های مورد معامله مردم، علوم چون طب، نجوم و ریاضیات و حرفه های مثل فلزکاری و بنایی در این مرز و بوم رواج داشته است. در حفریاتی که باستانشناسان انجام داده‌اند، اقسام وسایل قدیمی و حیرت انگیز به دست آمده است که حکایت از زندگی شهری، تمدن تاریخی و باستانی این سرزمین دارد. عزیزانی که علاقه‌مند به شناخت تمدن‌های ما قبل تاریخ در افغانستان میباشد، میتواند به ویدیوی دیگری ما که لینکش در قسمت بالا است مراجعه کند. اما ما در این ویدیو به صورت بسیار مختصر به سلسله حکومت‌هایی که قبل از اسلام و حمله تازیان عرب در جغرافی افغانستان کنونی به وجود آمده، تمدنی را ساخته و یا تمدنی را از بین بردن، به هر صورت در ساختن تاریخ این جغرافیا نقشی داشتند پرداخته ایم. پس با ما همراه باشید. پس لطفاً برای حمایت از ما چینل ما را سابسکرایب کرده و ویدیوی ما را لایک کنید. در تاریخ از اولین حکومت‌هایی که در افغانستان نام برده شده است، سلسله حکومت‌های آریایی، سلسله مات‌ها، هخامنشی، یونانی‌ها و غیره میباشد. از اینکه در مورد فرمانروایی مات‌ها در بخش‌های از افغانستان کنونی در میان تاریخ نویسان اختلاف نظر وجود دارد، بنابراین ما به خاطر کوتاه شدن ویدیو با آنها نمی‌پردازیم و از آریایی‌ها که همزمان با سلسله مات‌ها و یا حتی قبل‌تر از آنها است شروع می‌کنیم. آریایی‌ها ابتدا در شمال دریای خزر یا اروپای شرقی زندگی می‌کردند و متشکل از قبایل پرجمعیت بودند که به خاطر افزایش جمعیت و شاید هم به خاطر تغییرات اقلیمی و مشکلات دیگر و سخت شدن شرایط زندگی از سرزمینشان به سوی سرزمین‌های وسیع و حاصلخیز جنوب سرازیر شدند. آغاز مهاجرتشان تقریبا از سال 800 قبل از میلاد شروع شد و تا 1000 سال بعد از آن ادامه یافت. به دنبال این مهاجرت سرزمین‌های وسیعی را که فعلا به نام‌های افغانستان و ایران و نیمقاره هند یاد می‌شود و همچنین کشورهای حوزه دریای آمو به تصرف درآوردند و مدت‌های زیادی را در این مناطق حکمرانی کردند. اولین سلسله آریایی‌ها به نام پیشدادیان معروف است که در بلخ، باکتریای قدیم، به قدرت رسیدند و بر بیشتر قسمت‌های از افغانستان و ایران کنونی و بخش‌های از پاکستان امروزی حکمرانی کردند. واژه پیشداد به معنای نخستین کسی است که قانون آورده است. کیومرث که این دودمان فرمانروایی را بنیاد گذاشت، در شاهنامه نخستین فرمانروا و در نوشته‌های اوستا نخستین کسی بود است که از فرمان اهورامزدا پیروی کرده و اهورامزدا همه تباران آریایی را از او آفریده است. در اساطیر ایرانی از کیومرث به عنوان نخستین انسان یاد می شود. در اساطیر آریانای قدیم و ایرانی آمده است که کیومرث پسری به نام سیامک داشت که در جنگ با دیوان کشته شد. هوشنگ پسر سیامک انتقام خون پدرش را از دیوان گرفت و سپس پادشاه 7 کشور شد. او 40 سال فرمانروایی کرد و آهن و آتش را کشف کرد و جشن صده را بنیاد گذاشت و ساختن پوشاک از پوست حیوانات را به مردم آموخت. پس از او تحمورث بر تخت نشست و در برانداختن دیوان رنجی بسیار برد و برخی از چهارپایان را رام کرد و آیین‌های نیکو آورد. بعد از پیشدادیان سلسله دیگری به نام کیانیان به قدرت رسید که مؤسس آن کیقباد بود. سلسله که بعد از کیانیان ظهور کرد به نام اسپها معروفند. بر بنیاد روایت تاریخی اولین پادشاه این سلسله لهراسب نامیده میشد. لهراسب بر همه بخش‌های قلمرو حاکمیت کیانیان حاکم بودند و باور عده‌ای از پژوهشگران لهراسب در جنگ با تورانیان به قتل رسید. از بین 2 پسر باقی ماند که یکی وشت اسپه و یا همان گشتاسب و دومی زریوری نام داشت. وشت اسپه یا گشتاسب بعد از مرگ پدرش حاکم بختی یا بلخ شد. در زمان حاکمیت گشتاسب جنگ‌های زیادی با تورانیان صورت گرفت. بعد از گشتاسب پسران وی به قدرت رسید. اسفندیار پادشاه دیگر از این دودمان می باشد که معبد آتشکده بلخ را بنیان نهاد و برای گسترش آیین زردشتی خدمات چشمگیری کرد. با مرگ اسفندیار حاکمیت خاندان اسپه به پایان رسید. در مورد آریایی‌ها اطلاعات تاریخی زیادی وجود ندارد، اما بعد از آریایی‌ها ما به سلسله می‌پردازیم که اطلاعات تاریخی و باستانی بیشتری وجود دارد و آن سلسله هخامنشیان است.
سلسله هخامنشیان در سالهای بین 529 تا 329 قبل از میلاد حکومت کردند. در اواخر سلسله حکومت‌های آریایی این سلسله‌ها رو به ضعف گذاشته بود و سرزمین باختر نیز میان حاکمان محلی تقسیم شده بود. در همین زمان است که کوروش کبیر در ایران کنونی به قدرت میرسد و بالاخره سرزمین باختر در حدود 540 قبل از میلاد توسط کوروش شاه سلسله هخامنشی فتح و به امپراتوری پارس میپیوندد. بعد از کوروش پسرش به نام کمبوجیه علاوه بر تصرف مصر در سال 512 قبل از میلاد از طریق افغانستان تا حوزه سیند پیش رفت. در زمان دولت هخامنشی در افغانستان و ایران امروزی تمدنی شکل گرفت که جهان تا آن زمان هرگز به خود ندیده بود. در این دوره بود که رسم الخط آرامی خط مردم گردید، فن دفترداری، اصول معماری، حجاری و طرز آبیاری تحول یافت. در این دوره کشیدن راههای عمومی و ساختن کاروانسرا در امتداد راهها به وجود آمد و مناطق مختلف از ایران گرفته تا افغانستان و هند به هم متصل گردید. تشکیلات سیاسی و تقسیمات اداری به وجود آمد. در هر ولایت بزرگ ساتراپی یا والی همراه با یک نفر سردار نظامی و یک نفر دبیر که امور ولایت را مستقلانه اداره می‌کردند گمارده شد. ساتراپ‌ها یا همان والی‌ها سکه نقره هم ضرب می‌کردند و در این حال از طرف 2 نفر مفتش سیار شاه مراقبت می‌شدند. به نوشته احمد علی کوزا تاریخ‌نویس معروف افغانستان، تاریخ نوشته شده و مدون افغانستان با همین دودمان هخامنشی شروع شد، زیرا برای اولین بار نام‌های نقاط مختلف و اسم‌های ساکنان آن و حتی اسم‌های بعضی از رجال این سرزمین در سنگ‌نوشته‌های میخی این دوره تذکر یافته است. بنابراین سال 550 قبل از میلاد آغاز دوره تاریخی افغانستان است. این سال شروع دوره تاریخی افغانستان مورد قبول است. روی هم رفته تمدن و فرهنگ هر دو کشور افغانستان و ایران در دوران داریوش رو به تکامل بود. سکه هایی که در چمن حضوری کابل در سال 1932 میلادی به دست آمده متعلق به افغانستان دوره هخامنشی بوده است. به تدریج دولت هخامنشی بر اثر اختلافات درونی بین شاه و شاهزادگان و جنگ‌های متوالی در غرب ایران از یک سو و خوشگذرانی شاهان از سوی دیگر ضعیف گشت و قادر به کنترل قیام و شورش مردم نبود. این امر فرصتی را ایجاد کرد که والینشینان شمال و غرب افغانستان به تدریج کسب اقتدار کنند و خود در صدد تأسیس سلطنت برآیند. بسوس والی باختر اعلام استقلال کرد و خود را پادشاه مشرق زمین خواند و او بود که زمانی که داریوش سوم هخامنشی پس از شکست سپاه ایران از لشکریان اسکندر به سوی شرق متواری گشت و فرار کرد، در بلخ او را کشت. میرسیم به دوران حمله اسکندر مقدونی. هنگامی که لشکریان اسکندر وارد ایران شدند و بعد از جنگ ساحل دجله چون دوری از وطنشان و جنگ‌های پی در پی سربازان یونانی را خسته ساخته بود، فرماندهان ارشد اسکندر به سربازان خود گفتند که بعد از این دیگر جنگ در پیش نخواهد داشت و اسکندر دیگر نیاز به همه قشون خود ندارد، به طوری که بسیاری از سربازان یونانی را مرخص خواهد کرد. ولی بعد از ورود به ایران شهر و مشاهده خزانه‌های آن پایتخت، اسکندر متوجه شد که روی بعضی از صندوق‌های زر نوشته شده که این زر از سیند یا هندوستان آمده است. لذا اسکندر برای تسخیر هندوستان عظیم سرزمین هندوکش که تاریخ نویسان یونانی آن را پاراپامیسوس گفته‌اند شد. اسکندر پس از تسخیر گرگان به خراسان و هرات رفت و بعد از زرنج به بلخ وارد شد. او در این هنگام 19000 سپاه تازه نفس از یونان گرفته بود و با 100000 عسکر از جانب بلخ با عبور از سلسله کوههای هندوکش از طرف شرق افغانستان به جانب هندوستان لشکر کشید. لشکریان اسکندر پس از اشغال غزنه و کابل در شمال کابل یا غربند شهرکی را به نام اسکندریه قفقاز بنهادند. اسکندر با سپاهیان خود وارد مناطق حاصلخیز آسیای میانه شد و میگویند با دختر یکی از خانهای محلی تخارستان نیز ازدواج کرد که اسمش رخسانه بود. با اینکه جنگ‌ها او را سخت خسته ساخته بود و در شرق افغانستان خود او و بتلیموس زخم برداشتند، سپاهیانش توانستند از رود سیند عبور کنند و شاه پنجاب یعنی پوروس را مغلوب نمایند. اسکندر در هند تا رودخانه بیاس پیش رفت، اما از آنجا که اردوی او دیگر توان تحمل سفرهای جنگی را نداشت، از راه بلوچستان به بابل عزیمت نمود و در همین شهر در سن 32 سالگی بر اثر تب مالاریا فوت کرد. پس از مرگ اسکندر مقدونی در 323 پیش از میلاد اغتشاش بزرگ سراسر کشور را فرا گرفت و مهاجرنشینان و سربازان پیشین یونانی کنترل باختر را به دست گرفتند. ژنرال‌های اسکندر بر سر تقسیم متصرفات اسکندر با یکدیگر به نبرد پرداختند و جنگ کردند. بدین ترتیب 4 جنگ روی داد. سرانجام 3 حکومت، مقدونیه در اروپا، یونانی در مصر و سلوکی در آسیا را بنا نهادند. بدین ترتیب متصرفات مشرق زمین به سلوکوس رسید و این سرزمین‌ها جزء قلمرو سلوکیان در آمدند که از بابل اداره می‌شد. سلوکوس نکاترا و جانشینانش حدود 80 سال در افغانستان مستقیما تحت الحمایه یونانی‌ها حکومت کردند.
سرانجام اختلاف حاکم یونانی مصر با سلوکی ها و قیام های متعددی مردم تحت سیطره سلوکیان از یک طرف و وجود سلسله قدرتمند چندراگوپتا موریا در حین تحرکات آنان علیه یونانیان در افغانستان و جنوب شرق از سوی دیگر دولت سلوکی ها را رو به ضعف کشاند. در این هنگام دیودوت والی یونان باختر استقلال ولایت باختر را اعلام کرد و به کلی از وابستگی به حکومت یونانی سرباز زد. او حکومت خیش را بر پایه حمایت‌های مردم باختر بنا ساخت. بعد از او پسرش دیودوت دومین جانشین پدر شد و حدود 15 سال میان سالهای 245 تا 230 قبل از میلاد حکومت کرد. دیودوت دوم با دولت نوپای اشکانی ایران که در شمال غربی افغانستان تشکیل شده و اعلام استقلال کرده بود روابط دوستانه برقرار کرد. بعد از دیودوت دوم تدموس یکی از بزرگترین و قدرتمندترین شاهان یونانی باختر بود که پس از قتل دیودوت دوم به قدرت رسید. ایشان مرکز سلطنت خیش را در شهر بلخ قرار داد و به مدت 40 سال سلطنت کرد. او در هنگام سلطنتش به استحکام حصار شهر بلخ و توسعه و آبادانی کشور و ارتباط برقرار کردن بین تمام ولایات و مناطق به عنوان واحد سیاسی اجتماعی و نظم سیاسی به وجود آمده پرداخت. شهرها راهها آباد شد و سیستم آبیاری، پیشاوری و مالداری توسعه یافت تا جایی که باختر به نام هزار شهر معروف گردید. تجارت با چین و هند توسعه یافت. اداره ولایت کشور به دست والیان مقتدر افتاد که اغلب شاهزاده بودند و هر یک در منطقه مأموریت خود سکه ضرب می‌کردند. سکه های طلا و نقره عصری اتیدوم یا اتیدموس هنوز در دست است. بعد از اتیدموس دیمیتریوس به سلطنت رسید. بین سالهای 200 تا 160 قبل از میلاد در عصر انشای باختری فتوحات نسبتاً زیادی صورت گرفت. اما با گذشت سالها فشار اقوام اسکایی و یا سکایی در داخل و حملات دولت اشکانی از خارج سبب شد که هلیوکوس شاه یونانی باختر در سال 135 قبل از میلاد از شمال هندوکش و پایتخت قدیمی بلخ به جنوب هندوکش عقب بنشیند و کاپیسا را مرکز قدرت دولت خود قرار دهد. در این زمان دامنه متصرفات این دولت به جانب شرق تا سیند می رسید. بعد از هلیوکوس جانشینان او تا اواخر قرن اول میلادی سلطنت یونانی باختری را حفظ کردند، ولی در اواخر همین قرن بر اثر فشار پارتها و اشکانی‌ها به کلی منقرض گردیدند. سلسله اشکانیان در افغانستان با وجود اینکه این سلسله تمام افغانستان را شامل نمی شود ولی بخش غربی و بخش مهمی از افغانستان را شامل شده است. پس از مادها و خامنشیان اشکانیان اواخر سده سوم قبل از میلاد تا دوم میلادی سومین دودمان بزرگ نظامی بودند که در ایران امروزی به فرمانروایی رسیدند و توانستند امپراتوری بزرگ را برای قریب به 500 سال تشکیل دهند. ارشک یا اشک در سالهای 239 و یا 238 پیش از میلاد و در زمان پادشاهی سلوکوس دوم کالینیکوس به پارت یوریش برد و براندراگوراس پیروز شد. سپس بر هیرکانی یا گرگان تاخت و آنجا را تسخیر نمود و شالوده های دستگاه اشکانی و پادشاه پارت ها را پیریزی نمود. اشکانیان که سوارکاران زبردستی بودند از فرصت استفاده کرده و دولت سلوکی را برانداختند و امپراتوری تشکیل دادند که از اواخر سده سوم پیش از میلاد تا سده یکم پس از میلاد دوام کرد و در دوران اوج خود از دریای مازندران در شمال تا سوریه در غرب، خلیج فارس در جنوب و نیمه غربی افغانستان که ولایت‌های امروزی چون هرات، بادغیس، حوزه سیستان و قندهار و غیره را شامل می‌شود در شرق گسترش داده بود. و پس از امپراتوری روم دومین امپراتوری بزرگ از نظر وسعت و قدرت اقتصادی در زمان خود بود. اشکانیان که آنتیوخوس سوم فرمانروای سلوکی‌ها را در بند داشتند او را آزاد کرده و سپس به همراه وی برای حمله به بلخ آماده شدند. برای مدت 3 سال که از سالهای 209 الی 206 قبل از میلاد هزاران سرباز سلوکی و جنگجویان اشکانی به همراه صدها فیل جنگی برای به پایین کشیدن اوتیدموس یکم فرمانروای یونانی باختر شهر مستحکم شده بلخ را بدون هیچ پیروزی به محاصره کشیدند. این محاصره با امضای معاهده‌ای که استقلال دولت یونانی باختر را تضمین می‌کرد به پایان رسید. افغانستان در عصر سلسله موریا یا ماوریاها یکی از سلسله هایی که در حدود 137 سال بر هند و بخش‌های از افغانستان فعلی حکومت کرد سلسله موریا یا ماوریاها بودند. همزمان با حمله اسکندر به شمال غربی هند یکی از شاهان خاندان ناندا که در آن زمان بر هند حکومت می‌کرد جوانی از خویشاوندانش را که چندراگوپتا نام داشت و ظاهراً مرد بسیار باهوش، فعال و جاه طلب بود از کشور تبعید و اخراج نمود. چندراگوپتا موریا به شمال هند و به سوی شهری تاکسیلا که در شمال بود رفت. گوپتا فرد دیگری به نام چناکیا را که یک برهمن بود و در ذکاوت از خودش کم نمی آورد همراه خود برد.
این دو تبعیدی مردم هند را علیه نیروهای اسکندر می‌شوراندند و نیروهای اسکندر را متجاوز می‌دانستند. در هنگامی که گوپتا در شمال غربی هند مشغول فعالیت یونانیان بود، اسکندر درگذشت و چون خبر مرگ اسکندر به تاکسیلا رسید، چندراگوپتا موریا اهالی اطراف را شوراند و با کمک آنها به اردوگاه نظامی که اسکندر از خود به جای گذاشته بود حمله برد و به زودی تاکسیلا و حکومت آنجا را به تصرف خود درآورد و بعد از آن پادشاهی ناندا را هم در هم شکست. در دوران سلطنت چندراگوپتا، سلوکوس سردار اسکندر که تقریبا تصرفات بخش شرقی اسکندر به او رسیده بود، با عبور از رود سیند به هند هجوم برد. سلوکوس در نبرد با چندراگوپتا شکست خورد و عقب نشینی کرد و قسمت عمده از گندهارا یعنی نواحی اطراف رودخانه کابل و کابل کنونی را از دست داد. بعد از این نبرد امپراتوری موریا به زودی توانست سراسر هند و قسمت از افغانستان را تصرف کند. در این موقع این امپراتوری بزرگ از کابل و هرات تا بنگال وسعت پیدا کرد. چندراگوپتا با تشکیل یک امپراتوری بزرگ و دارای نظم مدت 24 سال بر هند حکومت کرد و در سال 296 قبل از میلاد درگذشت. بعد از گوپتا پسرش به سلطنت رسید. نواحی شرقی و جنوبی افغانستان همچنان در تصرف هند باقی ماند. سلسله موریا تا 184 قبل از میلاد سلطنت کرد که در زمان آشوکا سومین شاه این سلسله که در سالهای میان 271 الی 232 قبل از میلاد می باشد به اوج قدرت خود رسید. در زمان آشوکا دین بودایی در هند و قسمتی از افغانستان رواج یافت. مذاهب هندویی و بودایی که در این زمان در افغانستان نفوذ پیدا کرد تا زمان سلطان محمود غزنوی که به هند لشکر کشید و بخش اعظمی آن را فتح نمود، در دره‌های کابل پیروانی از خود داشتند. بریم به کوشانیان بپردازیم. کوشانیان که از قرن اول میلادی تا سال 230 میلادی حکمرانی کردند. بعد از انقراض سلسله های هخامنشی یونانی ها و سلسله موریا، مدت افغانستان به صورت ملوک طوایفی اداره میشد تا اینکه قبیله کوشانی شاخه از اقوام سیتی یوچی وارد افغانستان شده و به تدریج قدرت یافتند و امرای محلی را شکست داده، حکومت بزرگ تشکیل دادند. کوشانی ها که به یوچی ها نیز معروف می باشند، ابتدا در شمال افغانستان کنونی واسطه مرکزی فعلی زندگی می‌کردند. بعد از مدت زندگی بین دو رود آمو و سیحون در قرن اول در حدود سال 70 قبل از میلاد از این منطقه عبور نموده و باختر یا بلخ را به تصرف خود درآوردند. در این تصرف تقریبا بخش اعظم شمال افغانستان مانند تخارستان، باختر و غیره زیر سلطه آنان درآمد. بعد از مدت کمی کوشانی‌ها از کوههای هندوکش نیز عبور کردند و دولت یونانی باختری را تا سرحد هند به عقب راندند. نخستین پادشاه مشهور این طایفه کجولا کدفیزیس است که در حدود سال 40 قبل از میلاد موفق شد که از هندوکش عبور کند و با فتح کابل و کاپیسا و غزنی به اقتدار خویش بیفزاید. کانیشکا قدرتمندترین شاه این سلسله بود که پایتخت را شمال هندوکش به جنوب آن منتقل کرد و مرکز حکومت خود را در زمستان پشاور و در تابستان بگرام کاپیسا در نزدیکی کابل فعلی قرار داد. در زمان این شاه کوشانی که در سالهای 120 الی 160 میلادی حکومت میکرد، حدود دولت از ماتورات در هند تا آن طرف جیهون در شمال یعنی سیند، فرغانه، کاشغر و خوتن گسترش پیدا کرد. جمعاً این طایفه 180 سال بر افغانستان حکومت کرد. بعد از اینکه حکومت مقتدر کوشانی از بین رفت، دولت مقتدر و سراسری به وجود نیامد و امارت‌های کوچک محلی در کشور جای آن را گرفتند که صرفاً در حوزه قدرت منطقه‌ای خود فرمانروایی داشتند. در دربار کوشانیان و بعد از آن یفتلی‌ها زبانی که مورد استفاده قرار می‌گرفت آن را می‌توان مادر زبان دری و یا فارسی کنونی و امروزی دانست. در زمان کوشانیان دین‌های متعددی مانند بودایی، زرتشتی و برهمنی در افغانستان دین رسمی مردم بوده است. در این زمان علمای مذهبی، دانشمندان و هنرمندان در نظر حکومت و جامعه مورد احترام بودند و همچنین فرهنگ و ادب و هنر در حال توسعه و رشد بود. به گونه‌ای که معماری و هیکل‌تراشی آنقدر در افغانستان پیشرفت کرد که تا هنوز مجسمه‌های حیرت‌انگیزی بوداها در ولایت بامیان ناظران را به حیرت وامی دارد. دوره کوشانی ها را میتوان دوره تمدن جدیدی برای افغانستان محسوب کرد. این خاندان در پیکرتراشی پیشرفت‌های بسیاری کرد و بت‌های 35 و 53 متری بامیان که توسط طالبان نابود شدند از یادگارهای همین دوره بودند. خاندان کوشان در حوالی سال 220 میلادی، زمانی که خاندان کوچیکی اینجا و آنجا سربلند کرده و برخی از نقاط را تصرف نمودند، منقرض گشت. انقراض خاندان کوشانی پایان یک عصر یا دوره شکوفایی فرهنگی و هنری بود که یک دیگر هیچگاه در افغانستان تکرار نشد. دولت یفتلی و هفتالیان که در حدود سال 450 الی 568 میلادی حکمرانی کردند.
یفتلی‌ها مانند کوشانی‌ها از اقوام سیتیوچی بودند که از قسمت شمال شرق افغانستان در حوزه رود جیهون به طرف افغانستان هجوم آورده و تا اواخر قرن سوم میلادی تمام سرزمین‌های شمال این رود را به تصرف خود در آوردند. در اوایل قرن پنجم بود که از یک طرف قدرت یفتلی‌ها افزایش پیدا کرد و از طرف دیگر کوشانی‌ها رو به ضعف نهاد و یفتلی‌ها تا سال 425 میلادی موفق شدند تمام باختر را به تصرف خود درآورند و در تخارستان حکومت تشکیل دهند. در این هنگام کوشانی‌ها شمال کشور عقب نشستند و این عقب نشینی تا دشت‌های اطراف رودخانه کابل رسید. در نتیجه یفتلی‌ها از کوههای بلند هندوکش عبور کردند، وادی‌های اطراف کابل و قندهار و زابل را تصرف کردند و به زودی قلمرو این حکومت در سرتاسر خاک افغانستان امروزی از مرو تا کشمیر گسترش یافت. مقتدرترین شاه این سلسله پادشاهی بود که به نام اخشنور شهرت یافت. اخشنور موفق شد وحدت افغانستان را از کناره غربی رود هریرود تا وادی کابل و هلمند تحکیم بخشد و یک دولت قوی را به وجود آورد. این شاه مقتدر در حدود نیم قرن حکومت خویش حیطه تصرف خود را از مرزهای فارس تا ختن و چین و هند گسترش داد و در شرق کشور حکومت گپتاهای هند را مورد تهدید قرار داد. پس از اخشنور تورمنه پادشاه مشهور یفتلی است. بعد از تورمنه پسرش مهرکله در حدود 502 میلادی بر تخت سلطنت نشست. مهرکله با 2000 فیل جنگی به هند حمله کرد و در این حال بلخ و بامیان و بادغیس را مراکز نظامی خود قرار داد. او در طول حکومت خود که حدود 40 سال دوام یافت توانست خاندان کوپتاهای هند را خراجگزار خود کرده و کشمیر را فتح کند. بعد از درگذشت مهرکله در سال 524 میلادی دولت یفتلی ضعیف شد و در عصر خسرو انوشیروان قوای ساسانی از غرب و نیروهای قبایلی ترک از شمال بر یفتلی‌ها تاختند و در جنگی که این قوای متحد در سال 568 میلادی علیه یفتلی‌ها در سقط به راه انداختند، دولت یفتلی یا هفتالیان را شکست دادند. بعد از سقوط دولت مقتدر هفتالیان، امارت‌های محلی هر یک از عناصر کوشانی، یفتلی و خاندان‌های ترک تا عصر اسلامی باقی ماندند. ساسانیان که از حدود سالهای 230 الی 651 میلادی حکومت کردند. در قرن سوم میلادی اردشیر اول سلسله مقتدر و نیرومند ساسانی را بنیاد نهاد که تا 4 قرن دوام یافت. تسلط ساسانیان بار اول بر افغانستان امروزی در حدود سالهای 230 الی 365 میلادی بود. تمام ایران و قسمتی از خراسان قدیم که افغانستان را نیز در بر می‌گرفت و برخی از کشورهایی که اکنون همسایه شمالی ایران به شمار می‌روند تحت سیطره دولت ساسانی قرار داشتند. کوشانشاهان که به کوشانی ساسانیان یا ساسانیان هند هم معروف هستند، شاخه از امپراتوری ساسانی بودند که در سده‌های سوم و چهارم میلادی خلأ قدرت را که از سقوط کوشانیان به جا مانده بود پر کردند. کوشانشاهان قلمرو خود را بر بخشی از سرزمین گندهارای قدیم یعنی شمال غرب هند در شرق تا دره کابل در غرب گستراندند. کوشانشاهان در حدود سال 410 میلادی توسط هفتالیان رانده شده بودند. پس از شکست هفتالیان به دست ساسانیان در سال 565 میلادی دوباره حکومتشان را تأسیس کردند. اما فرمانروایی آنها سرانجام با حمله تازیان و یا عربها در اواسط سده هفتم میلادی سقوط کرد. کالاهای تجاری از قبیل ظروف نقره‌ای و پارچه‌های بجامانده از این دوره شاهنشاهان ساسانی را در حال شکار یا اجرای عدالت نشان می‌دهند. بنابراین پیدا است که فرهنگ کوشانی ساسانیان پذیرایی بوداگری و همچنین هنرهای سکولار دیگر بوده است. هنر کوشانیان ساسانی قرنها در افغانستان و شمال غرب هند پرنفوذ بوده است. البته لازم به ذکر است که در دوره‌های پیش از اسلام هنگام سقوط امپراتوری کوشانی و هفتالیان یک دوره ملوک طوایفی در بسیاری از نقاط افغانستان به ظهور پیوست که چندین قرن دوام یافت که هر کدام القاب و عناوین خود را داشتند. مثلا امرای کابل به لقب کابل شاهان و امرای زابل به لقب زابل شاهان و امرای بامیان به لقب شیران بامیان و یا شیران شکاری و امرای غرجستان به لقب شاه غرجستان و غیره یاد می شدند. سپاس از شما دوستان عزیز که تا آخر ما را همراهی کردید. وقت شما خوش. خداوند یار و نگهدارتون.